آخ 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 من ساحل میرم قدم زنو. قراره بریم سراغ یه دوگانه به یاد موندنی رپ زیبای تاجیکی از لئو باستر. قرار از لئو باستر آهنگی رو بشنویم که نزدیک به 3 سال پیش ریلیز شده و در واقع توی فضا اومده و توی یوتیوب بیش از 16 میلیون بار پلی شده، دیده شده، گوش داده شده و ما بریم باز با هم بشنویمش با این پیشنهاد قشنگتون. قطعا میتونه بسیار جالب باشه. اگر که از ویدیو ما خوشتون اومد حتما لایک ویدیو رو برای ما بزنید. بریم سریعتر سراغ این موزیک. چه اینتروی خوبی. دیوانه تر میشم وقتی او دورتر میره، برونده تر میشم موهایم زودتر میره، صدا رو زوک جو پای سیمو زر میره، تو اومدنی یو جاهل مدمی مرد میرم، پخونه درد میرم، درونی غم میرم، بسری خم میرم، هو با پای لنگ میرم، برای ننگ میرم، فشار خون میره، گوه خسبی شدم مثل شمال سرد میشم، تسلیتم باش باش باش، چشمانم دید و دلم گفت چیز باست باست باست، خدا کند از پیشم گذری کاش کاش کاش، با خوابم آمده این دل تو را میخواد ای کاش دوست. بازم یه عاشقانه بسیار قشنگ دیگه از رپ تاجیکی. رپرهای تاجیکستان بسیار رپرهای خوبی هستن، به خصوص تو زمینه آهنگای عاشقانه غمگین به این سبک و همیشه شعرهای بسیار سورپرایزی حالا ما از آدآکادلا و لئو باستر میشنیدیم، ولی مطمئن بودم که این اثر دلیل دیگری داره که بالاخره انقدر تماشا شده و انقدر ویو گرفته. شعر فوق‌العاده است، همخونی و مچ بودن صدای دوتاشون عالیه و بسیار بیت خوبی زیر کاره، یعنی بیت اصلا آدمو خسته نمیکنه، به اضافه اینکه صدای یک حالا مثل خانم هم اون وسط یه آوای به این شکل از همون اینترو آهنگ بود داره، فوق‌العاده است. خوابم آمده این دل تو را میخواد ای کاش دوستم داشت من ساحل میرم قدم زنو تو جاهل میره شنو کنو میبرم میرم سوی آسمان وقتی دستات باشم با دستان با سوی میرم قدم زنو تو جایی میره شینو کنو بپرم میرم سوی آسمان وقتی دستات باشم با دستان نداری مواری مای تونستم ترم دیگه نشتی عشقی مرواری مالی بست غم کردی در درونی مواری بگورم اگر عشقم چیزی نفوری چند قصو مگذره بازو پرسندی مای پشتی و مگذره بقصو و کمی و نورسو هر کوری و باسو مدختره کی فاسون نرسو میبرن ورزو. خیلی قشنگ داره میخونن، خیلی مچن، خیلی فوق‌العاده است و اینقدر قشنگ میکس میشه و به موقع حضور یکی یوی مکس میده و صدای باستر میاد، صدای لئو میکس میشه. اینقدر این کار قشنگ و دقیق توی تنظیم انجام دادن که آدمو حیرت زده میکنه قشنگ. اگر عشقم چیزی نفوری چند قصو مگذره بازو پرسندی مای پشتی و مگذره بقصو و کمی و نورسو هر کوری و باسو مدختره کی فاسون نرسو میبرن ورزو میگفتم هرگز یادت نرفت مطر نشناختم نیافت تو میتتنره بگنره حیاتی و زیرشی سکر نفر نمیشم فقط میبینی شد کارشم میکنن ریشد باشی نمیشه دوستش ندار که ای غمم میکشد این نمیچتر
آخ 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 آخ. من ساحل میرم قدم زنم تو جاهل میرای شنوک را میبرم میرم سوی آسمان وقتی دستات باشم با دستان باشم با دستان ببین از همچون اینتروش ورودی آهنگی همچون آوترو خروجی هم توقع میشه. یعنی چی؟ یعنی انقدر با کیفیت شروع شد، انقدر قشنگ توی ورسای اصلی وسط کار خوب جلو رفت که حتما باید یک همچین پایان بندی و آوترویی هم بشنویم در انتها. ببینید فقط چجوری از قسمت اصلی آهنگ وارد قسمت انتهایی میشه. حالا با دستان 20 یعنی نمره 100 از 100 برای این رپ تاجیکی. قطعا مطمئن بودم که باید یک اثری باشه که خیلی خیلی کامل باشه و همین جور بود. یعنی دقیقاً از شعر، موسیقی، اجرا، حس و واقعا یک عاشقانه‌ای با سبک رپ بسیار زیبایی در فارسی شیرین تاجیکی رو میشنوی اینجا که بسیار لذت بخشه. مطمئنم که این دو هنرمند دوست داشتنی باستر جان و لئو جان که ازشون کارهای بسیاری ما شنیدیم و میشنویم موفق و موفق تر باشن تا بیشتر بتونیم بشنویم و لذت ببریم. ممنون از این پیشنهاد قشنگتون. حتما باز هم برای ما توی کامنت ها از ویدیوهای زیبا پیشنهاد کنید که دوره هم تماشا کنیم، گپ بزنیم و این دقایق رو با هم دیگه به خوشی بگذرونیم. با امید دیدار. خدا نگهدار.